نیوتن نگفتن نابغه هستی؟ گفت بلیاز خدا بلیاز قرآن مرد توهین نه. نابغه چیست؟ نابغه یعنی هیچ کار نکردیم، این از تاثیر نبوغ است. نیستم نابغه، ما گفت زیاد کار میکنم، زیاد زحمت میکشم. نابغه از کجا شد؟ نابغه گفتن به من توهین است، یعنی هیچ کار نکردم، میره نبوغ کردم. نه، کل پشت کارم است. خرابکار وطن ما موتو خود ماستیم، موتو هستیم خراب میکنیم وطن خود. هیچ کسی را گله نکنیم، بیاین اصلاح شویم، بیاین خوب شویم، جنگ بانیم، دشمنی را بانیم، وطن دوستی را شروع کنیم، و خاطر منافع شخصی منافع اولیای وطن خراب نکنیم. خدا را حاضر بدانیم. در غیر از او دیگه کس گرگ ما نیست، خود ما گرگ خود هستیم. در انجام کارها از نظر مردم و شکست نترس. زیاد ما از نظر مردم میشرمیم که دیگه چی خواهد گفت. ادیسون 999 دفعه کار میکنه، گروپ جور نمیشه، میگه او بیادر بس از همه شکست. میگه من 999 دفعه شکست نخوردیم، 999 رای جور نکردن گروپ یاد گرفتم. اینا تو گروپ جور نمیشه، این تو جور نمیشه، این تو جور نمیشه. کل راههایی که جور نمیشه رو رفتم، فقط یک راه مونده که جور میشه. تیکه جور شدن یک راه مونده بود، کل راه را مرا. آدمای موفق بنبست نمیشناسن، یا راهی میابند یا راهی میسازن. اگه یافت نشد یک راه خودش جور میکنه، میگه بیا این ما براتون راه جور کردم.